خب این قسمت فکر کنم اونجایی که گس میمیره است. واو پسرم اصلا توان دیدن این صحنه رو ندارم. واقعا من توان دیدن این صحنه رو ندارم. بقیهش رو با خودتون میذارم. چطورید برعکس؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه، یه ویدیو نسبتا غمگین. پیسر قرار امروز با هم دیگه ویدیوهای حساس کال آف دیوتی ببینیم که بعضی از جاش واقعا آدمو به گره کردن میندازه. بزن بریم پیسر. واو اینجا یارامونو تیکه تیکه کرد. سعی میکنم بیشتر داخل این ویدیو صحبت نکنم چون که جای حساسی داره و فقط باید ببینیم. خیلی این کچله بدم میاد، خیلی. پرایس عشقه. یه جوری توی صحنه عقده ها خالی میشه. وای یعنی از ته دل احساس آرامش میکنه اگه این قسمتش رفته باشید. وقتی این میمیره. اینجا هم ارتش روسیه است که میاد و میبرمون. خب اینجا میادش میگه حالت خوب میشه رفیق. اینجا بقیهش روسی بود، نمیتونم ترجمه کنم با خودتون اگه روسی بلدید. خونه که زمین برداشته. انگار داخل یه جعبه دارن میبرنش بالا. فکر کنم این صحنه است که گست میمیره. این صحنه واقعا من احساساتی میشه، من نمیتونم ببینم. واقعا متاسفم، ببخشید، من میرم. وای این کلتا رو از کجا در آوردی لعنتی؟ یعنی واقعا نمیدونم اینجا چی بگم. هر وقت من این صحنه رو دیدم واقعا موی تنم سیخ شده. واقعا چی میشد داخل ادامه داستانه بعدی با جراحی یا اینا گست برمیگشت؟ واقعا چی میشد؟ کاراکتر دوست داشتنیه واقعا. من میدونم که تو میفهمی. واو پرایس جادویی ها دهن همه رو سریس کردن. اینجا بریم کلتر رو برداریم که فکر نکنم بذار بیاد کلتر رو ما برداریم. پرایس تیکه تیکه کرد. اوه چی لغتی خورد.
در بیار لعنتی، در بیار، در بیار دیگه. خونه که جلوی چشاش گرفته شده. ایول ایول، بزن که دهن پرایس سریز کرد. اصلا آدم راحت میشه. همیشه هم دقیقه آخر فقط نیروها میرسن. تو همه فیلم ها اینجوریه، تو همه فیلم ها. داستان چیه؟ چشاش داره کم کم سیاهی میره. اوه، پرایس داره بلند میشه، عشق داره بلند میشه. ایول، ایول مرد. دیدی گفتم دقیقه 90 رسید. این میتونه کمکت کنه، زودی باش بلند شو. من بهت گفتم که این سفر یک طرف است. بیا کمک کن دیگه، دهنش سرویس شد. نیکولای صبح رو باید اینجا بریم بیرون. نیکولای میگه بله من یه جای سراغ دارم. خب این قسمت کدوم کرکتره؟ اوه دراگ، تو باید بهترین من میبودی، اینجوری خیلی ساده تر بود. تیرم خورد. تو انتری منم نیستی، من تو رو میکشم. تو تلاش کردی که ذهن منو خراب کنی، تو شکست خوردی. تو هیچ نمیدونی. تو سعی کردی که منو مخالف خودم کنی. تو تلاش کردی که من رئیس جمهور خودم بکشم. واقعا خفش بی نامونشون. هشگه بیا میستون. و اینجا حرکت کنیم. بیا میستون. او پای سرت دیگه، عجب کوریه. چقدر اومدم بالا، چه نفسی داشت. اینم فکر کنم خیانت میکنه، میگه که تمام شد ما بردیم. همین الان. اوه ورتش ببین پشما. چرا این 68 اون 72 نفر. اون مرده به دویدن ادامه بده. اون داره با هواپیما میره. بدو ببر پیسر. علی اونم پشمه که داره نگاه میکنه. اوه هلیکوپتر رو زد، خراب شد. چجوری میخواد کنترلش کنه؟ یا قاسم بگیر که داره سقوط میکنه. لامصب لعنتی. اومد داره میاد واسش بیشرفه. اسلحه رو بردار رو زمین. بودو پرایس تو میتونی.
لعنتش. خداحافظ کاپیتان پرایس. ایول ایول ایول. اوه 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 چه سگجونیه این. ایول پرایس یه مشتی بر تیلیتش کن. تیلیت. اوه فکر میخواد دورش بزنه. ایول دمت گرم پرایس. عالی بود. مثل همیشه آخر فیلماش یا آخر قسمت هایی که تمام میشه و یه سیگار خوبم روشن میکنه و سیگار برگ فکرم 2 مترم ارزشه با طولش. فندکش فقط فندکش. ای جان چون نداره روشنش کنه. خسته نباشی دلاور. خب اینو واسه قسمت بعد. این همون بود که داخل قسمت قبلی دیدیم که یه چشمند سیاه داشت که ما رو آورد بالا، یعنی دستمون رو گرفت آورد داخل قایق و گفت مأموریت تمام شد، با موفقیت تمام شد. این اونه که خیانت کرده و اینجا هم باید انتقام بگیره ازش. نه یارمونه هارپر که با همون داشته از زیر آب میمد بالا. صحنه رو منو شهید کن برای مرگ کوردیس. اینجا ضربان قلوش داره میزنه. اگه هم بستگی داشت تا الان باید با خواهرت باشی. Yes baby. بیاین اینجا کمک کنید. بعدن سکشن. Yeah baby. من یه سالیه تو رو میبینم، مطالعه کن و آماده باش. Yeah I'm ready. نبند. ایول اون فقط پیرمرد غمگینه که فقط حرف میزنه و بذار حرف بزنه. اوه ترکوندش با یه جمله. بردن که پدرش در بیارن. میگه منو شهید کن واسه مرگ کوردیس. داخل این قسمت تیر زد. این 2 قسمت هست، 2 پایان اون چیزی که هست. اینجا یارشو بلند میکنه و
من نگران کردی، من فکر کردم تو میذاری و حرومزادت زنده بمونه.